سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه سلسله برنامه های دروس حج همه شما بزرگواران را خوش آمدید میگویم. در برنامه گذشته پیرامون دروسی که از طواف یک حاجی میگیره بیان شد. حالا وقتی طواف تمام بشه، حاجی میره به سراغ همان 2 رکعت نماز طواف که از مقام ابراهیم علیه السلام و بعد برای نوشیدن آب زمزم حرکت میکنه که تا از اون زیباترین آب دنیا و یا خوشگواراترین آب دنیا بنوشه. قبل از این که پیرامون دروس و یا فواید آب زمزم اشاره کنیم، ارتباط به حجر الاسود و رکن یمانی و یا مقام ابراهیم علیه السلام که از این در روایات در بخاری و در مسلم احادیثی داریم که رسول صلی الله علیه و سلم رکن یمانی را لمس می کردن و حجر الاسود را می بوسیدن. پس بوسه زدن حجر الاسود سنت شد و دست کشیدن و لمس کردن رکن یمانی هم سنت شد. حالا دروسی که ما از اینها میگیریم چیست؟ اولا حجر الاسود و رکن یمانی و مقام ابراهیم علیه السلام. حجر الاسود در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این سنگ در ابتدا از برف سفیدتر بود و گناهان بنی آدم آن را به این حالت سیاهی کشاند و در روز قیامت این سنگ را الله سبحانه و تعالی زبان میدهد و 2 چشم میدهد و هر انسانی که این را استعلام کرده باشه، بوسه زده باشه، در حقش شهادت میدهد و سنگ از جنت آورده شد و از سنگهای جنت هست و الله سبحانه و تعالی به این سنگ چنان قرب و منزلت داد که رسول صلی الله علیه و سلم هم او را بوسیدند، چون فرمان الله سبحانه و تعالی و دستور الله سبحانه و تعالی است. رکن یمانی هم از اماکنی که به طرف یمن قرار میگیره و رسول صلی الله علیه و سلم او را چنان جایگاه و مقام و منزلت دادن که او را لمس کردن
و لمس او سنت قرار گرفت. حالا بوسیدن حجر الاسود و یا لمس رکن یمانی، خصوصا و بالاخص بحث بیشتر و بیشترتر سر حجر الاسود هست. خیلی از اشخاص شاید فکر بکنن که این سنگ به ما نفعی میرسانه و یا ضرری میرسانه. مثلا در کنار کعبه وقتی برسن از حجر الاسود طلب بکنن ما را شفا بده و ما را بالاخره فلان مشکل ما را حل بکن. در این راستا سیدنا عمر رضی الله عنه درباره حجر الاسود چی میفرماید؟ مقابل حجر الاسود استاده میشه، من خوب میدانم که تو سنگ فقط سنگی هستی، نه ضرر میرسانی و نه نفع، و اگر نمیدیدم که پیامبر تو را بوسه میزند من هرگز تو را بوسه نمیزدم، من تو را بوسه میزنم به خاطر که رسول الله را دیدم. سیدنا عمر میخواد که برای دیگران این را بفهماند که انسان مالک نفع و ضرر نیست. حالا از این قول سیدنا عمر ما چی درس میگیریم؟ پس چی کسی نفع میرسانه؟ چی کسی ضرر میرسانه؟ اگر تمام دنیا جمع بشن، در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند تمام دنیا جمع بشه که برای تو انسان ضرری برسانه که الله نخواسته باشه، ضرر برای تو نمیرسه. و اگر تمام دنیا جمع بشن که برای تو نفع برسانن که الله نخواسته باشه و نفع برای تو نمیرسه. این درسیه که ما از این سفر میگیریم که وقتی مقابل حجر الاسود استاده میشیم باید بفهمیم و بدانیم که نفع و ضرر از جانب پروردگار عالم هست. نفع الله میرسانه نه دیگر چیزی، و اگر ضرری هم برای تو رسید متوجه باش ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. حجر الاسود وقتی که سیدنا عمر رضی الله عنه چنین میفرمایند، اما امروزه در دنیا میبینیم بعضی انسان ها سر یک قبر میره حاجت خود را میخواهد، پیش یک درخت میره، پیش یک سنگ میره، یا اینکه حتی در مدینه منوره بعضی انسان ها رو میبینیم که در و دیوار و پنجره مسجد رسول صلی الله علیه وسلم را لمس میکنن و کشف میکنن دستان خود را اینها، و در بعضی جاهای دیگر سر قبرها و زیارتها این سنگ را ببوس و این سنگ را لمس بکن. حجر الاسود سنگی که اولا سنگی که از جنت آمده، دوم این سنگ در حشر الله زبان میده، دو چشم میده، برای کسی که این را بوسه زده و یا سلام کرده شهادت میده. و حتی بعضی روایت ها اگرچه روایت ضعیف هست ولی بعضی از علما بیان کردن حتی این سنگ یمین الله فی الارض گفته شده، این نه نفع میرسانه نه ضرر. چگونه او سنگ و او درخت و او قبری که در جاهای دیگر دنیا گذاشته هست اونها نفع و ضرر میرسانه. این درس را برای تو حاجی وقتی که طواف میکنی، وقتی طواف کردید، این درس را برای تو میده که این حجر الاسود با این همه عظمت و بزرگیش نفع و ضرر نمیرساند، پس آن چوب و آن درخت و آن قبر و آن فلان و فلانی که بالاخره در منطقه ما به نام امامزاده و به نام امام و به نام فلان اولیا و فلان شخص و اینها که ما میرفتیم، پس اینها چی بود؟ اینجا نیاز به توبه هست و استغفار هست.
پس این بزرگترین درسیه که حاجی در وقت بوسه زدن حجر الاسود و یا در وقت دست بلند کردن به طرف حجر الاسود این درس را می آموزه. درس دیگری که از آب زمزم چی درس می گیریم بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آب زمزم چگونه آب است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم. بهترین آب روی کره زمین آب زمزم هست. حالا در این آب وقتی ما این آب را می نوشیم چی فوایدی و چی دروسی در این نهفته هست؟ فقط آب را نوشیدیم؟ آیا همین که فقط به خاطر عطش و تشنگی این آب آمده؟ چی درسی داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیثی که گفتم خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم فیه طعام من الطعم و شفاء من السقم. سبحان الله، آب زمزم کار طعام رو میکنه و همچنین آب زمزم شفا هست برای مریضی، برای امراض جسمی و روحی و روانی. آب زمزم چنان آبیه که فضائل زیاد داره، خصوصیات زیاد داره، فواید زیاد داره. فقط یک اشاره، هنگامی که جبرائیل علیه السلام میآیه که قلب رسول صلی الله علیه و سلم را شستشو بده، الم نشرح لك صدرک، وقتی سینه رسول صلی الله علیه و سلم، قلب رسول صلی الله علیه و سلم چگونه قلبی هست، رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، قلبی که بر اون قلب قرآن نازل میشه و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبک. قرآن بر قلب نازل میشه. اون قلب در ابتدای زندگی چند مرتبه در طفولیت، در شب معراج چندین مرتبه شستشو میشه و شرح صدر میشه. حالا وقتی جبرائیل علیه السلام آمد و تشت را از جنت گرفت، به اصطلاح من و شما ظرفی که آب میگیره و ظرفی که آب برمیداره، او را از جنت آورد. جبرائیل علیه السلام میتونست از آبهای جنت ظرفی که گرفته بود آب کنه و بیاره قلب رسول صلی الله علیه و سلم را شستشو بده، اما ظرف را از جنت آورد و آب را آماد از آب زمزم گرفت. جبرائیل علیه السلام با وسیله این آب قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم را شستشو داد. آب زمزم جلادهنده قلب رسول صلی الله علیه و سلم. آب زمزم شفا دهنده امراض. دروسی که ما از این میگیریم اینه که هنگامی که حاجی محترم بر سر چاه زمزم برابر میشه، در وقت نوشیدن آب زمزم برایش
میسر میشه، هنگامی که گلاس آب زمزم را برمیداره به فکر این باشه که بار الها این آبی که قلب پیامبرت را شستشو داد، قلب حبیبت را شستشو داد، قلب رسول نازنین صلی الله علیه و سلم را به جلا آورد، بار الها در این سینه من هم او امراضی که نهفته هست عبارت از کینه و بغض و عداوت و دشمنی و ریا و عجب و سمعه، بار الها به وسیله این آب تو این صفات رذیله را از قلب من دور بساز و در جایش توحید و مهر و محبت خود را جایگزین کن. حاجی به این فکر باید آب زمزم را بنوشی. و همچنین دروس دیگری که در این نهفته هست اینه که در وقت نوشیدن آب زمزم دعا قبول میشه، وقت اجابت دعاست. در وقت نوشیدن آب زمزم لحظه‌ای که انسان از پروردگار عالم هرچی بخواهه الله سبحانه و تعالی برای انسان عطا میکنه. پس این فرصت را نباید از دست داد. درس دیگری که از این نوشیدن آب زمزم حاجی میگیره تفکر به قدرت پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی نشان میده قدرت خود را. یک چای زمزم یک چاه هست، از این آب کل حجاج می نوشن و کل حجاج همراه خود میبرن، هنوز هم آب زمزم سر جای خود هست. آب زمزم نشان دهنده رحمت پروردگار عالم هست. همانطوری که در آب زمزم شما کمی و کاستی نمی بینید، این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این است که ان رحمت الله واسع، رحمت پروردگار عالم زیاد هست. امیدوار باش به رحمت پروردگار عالم. هر قدر گناه کردی و معصیت کردی رحمت پروردگار عالم شامل حالت میشه، مشروط بر این که توبه کنی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید نباش، رحمت پروردگار عالم وسیع است. تو آمدی در جوار کعبه را طواف کردی، رکن یمانی را استلام کردی، حجر الاسود را استلام نمودید یا حجر الاسود را بوسه زدید، در گرد کعبه با پروردگار خیش راز و نیاز نمودید. حالا این آبی که زیباترین آب دنیاست الله نصیبت کرده، در اینجا متوجه شو که رحمت پروردگار عالم بی پایان هست. یک چای آب همه را سیراب می کند. پس رحمت پروردگار عالم چنان رحمت است که همه گناهان انسانهایی که با پیشگاه الله توبه می کنن الله قلم عفو خود را بر گناهان اونها می کشه. درس دیگری که از آب زمزم حاجی میگیره اینه که زیباترین آب دنیا، بهترین آب دنیا آب زمزم، به یاد بهترین آب آخرت بیفته. آب زمزم را برداره طرف کعبه نگاه کند، بار الها پروردگارا
این خانه خانه توست. همانطوری که کعبه را نصیب من کردی، در حشر دیدار خود را نصیب من بگردان. و همانطوری که بهترین آب دنیا را نصیب من قرار دادید، آب آخرت که بهترین آب هست، از آب کوثر ما را بنوشان و ما را سیراب کن. به یاد آن لحظه‌ای که از دست ساقی کوثر، انا اعطیناک الکوثر، پروردگارا در حشر از دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آب کوثر را نصیب بگردان. این درس است که میگیریم که ما را متوجه آب گوارای آخرت میگرداند. پروردگار عالم طواف و سعی و همه عبادات حجاج ما را و پیشگاه خیش قبول بفرماید. حج مقبول و مبرور را نصیب حجاج عزیز داشته باشد. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های حج یا دروس حج در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، همه شما را به الله سبحانه و تعالی می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.